السلام علیکم بیننده ها و تماشابینان عزیز. مهمان امروز در روز سال نو در 31 دکبر سال جاری برای تبریک کردن شهرتمک به خاندانشان حاضر آمدیم. برای تبریک کردن پدر عزیز از نام فرزندان از نام تلو اکا، فیروز اکا، زلفی زرایتی و زلخمار بانو تبریک میگوییم شهرتمک را. امروز بزم زیبا روز خورسندی سال نو را همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران مهربان، همه شمایان را با آمد سال نو میلادی بعد از چند ساعت ها سال نو می‌آید تبریک میگوییم. ببینید که در این روز خورسندی پر از شادی در هر یک خاندان امروز بزم زیباست. یکی از آن پدرهای مهربان امروز شهرتمک جشن زادروز دارند. برای شما کرسک میزنیم، بیاید پیش ما با مرحمت. و البته زلفیایتی پیش ما میان شما نزدیکتر به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحمت شهرتمک. شهرتمک زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگوییم. امروز هر روز در خاندانتان بزم زیباست. همراهی فرزندان صحبت کردیم، گفتن که هر سال جشن زادروز پدر و منم خیلی جشن میگیریم، همراهی تمام ازبکستان و دنیا، چرا که در روز زادروز پدرم سال نو است، روز خورسندی است، خورسندی آور، پدر مهربان، غمخوار، جان خود را فدا کردگی، مهنت کش، با مهنت حلالشان ما را با وای رساندگی انسان. البته دوست می‌داریم، قبلگاه خاندان ما، کتابی پند و اندرس ها، انسانی که از خردی ما را فقط برای راستی هدایت کردند. پدر مهربانی ما امروز زادروز دارند. تا دنیا باشند همراهی مادر زیبایم عمر دراز نصیب کند، فقط ساق سلامت گردند. برای دیاشان رسانید که هر کی دارد عزتی مادر پدر، نخل باقی زندگیش آرد ثمر. تا دمی که خود باشد والدین، چشم دل مسرور و خوشبین این قدر. دولتی مادر پدر پاینده باد، این سخن دانی چو باشی خوش نظر. پنجه دست نوازش هایشان، پنجه نرمی نسیمی گهگذر. امروز ما خرسند هستیم و البته با یک بلندی ها گویم می‌ارزد که از همه انسان بای هستیم. در سر ما پدر مادر داریم، دعاگوی داریم، پشت و پناه داریم، هر بار از حال و احوال ما خبر گیرک داریم. مصلحتچی ما، جان خود را برای ما فدا میکردگی انسان. یگان کاری خطا کنیم اگر ما را البته برای نیکی هدایت میکردگی انسان ها پدر و مادر ما هستند. برای پدرم رسانید که در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نو پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفتن بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بگزندم از دعایت ای پدر. پدر عزیز، امروز زادروزتان مبارک، روز خورسندی را مبارک باد میگوییم. همیشه مانند امروز در اعتبار فرزندها باشید، همیشه خوش و خوشبخت باشید. امروز برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که نامش کتاب قرآن است برای شما همچون تحفه آماده کردیم. خدا کند که همراهی مادر عزیز و زیارت کعبه طلا رفته در این خاندان ها حج آشی ها شود، روزهای خورسندی شود و باز آمده شما را تبریک کردن نصیب کند. مرحمت کتاب قرآن را میسپاریم. مرحمت.
زلفیاتی امروز روز خورسندی مبارک در خاندان. شما همه خاندان گل ثبتش هستید. هر یک مادر که هست پس مرد می ایستد و علمخیل درجه ها و علمخیل خورسندی ها و میرساندگی انسان این مادر است. فرزندان گفتند که مادرم هم تبریک کنید، برای هستی هستند، برای بودنشان دوست می‌داریم. همیشه صحت سلامت باشند. زیباترین زن دنیا مادر ما هستند. هیچ وقت خسته نشوند و همیشه صحت سلامت همراهی پدرم دمی پیری به دولت پیریت کرد. ما فرزندها نبیره ها از سوی دستان لرزانشان شویم و خودشان چهره که مانند گل زیبا هستند. علمه گل دسته زیبا را برای مادر عزیزمان تیار کرده میسپاریم. مرحبا. مبارک باشد. معظم فرزندان پرتلیت کلانترین آیلوی برای شمایان زنده خاندان شود. مرحبا. در اینجا نزدیکان خواهران برای شما جامعه های زرین تیار کرده، نیت کرده. مرحبا. در روزهای توی و خورسندی ها همیشه در بر کنید و روزهای خورسندی به کار برای نزدیک تریستید. السلام علیکم مهمانای عزیز، خواهران، دادران. من امروز روی تولد دادر عزیزم شورا جان میباشم. من از صمیم قلب تبریک مبارکباد نموده به شورا جان دراز، رزق دراز. من این سالی نه الهام در روزگارش فقط آمد بیاره. شورا جان خدا التجا میکنم که تو عمری آنم کتید دادم بیدی صد بدرایی این خبرگیره که من آیتون مرتبه ساق باش، سلامت باش، حضوری حلاوتی بچه کتا بین کلم بیار، حضوری حلاوتی کلم میوره ایوره آنم برین چهوره بین. هزار رحمت. تشکر میگیم. مبارک باشد. مرحمت خواهرکان بخمال خلا. مرحمت شما را نیز تکلیف میکنیم. یک جای توفه ها رو میسپاریم. بعد از آن سخنهای تبریکاتی رو میشنویم. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. شورا جان که چیکار مبارک باشد. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. اجازت فرمایید شخصا از نام خودم و از نام عائله‌ام همه شورا جان رو تبریک کردم، مبارکباد نمودم. به این اول و صحت سلامتی، عمری دراز، رزق فراز آرزو مندم. من میخواهم که همه خیلی زندگیش چه خوشبخت این نقص شود. خود زندگیش ماهان شورت کتی دادروس و ینگن ماهان اپی خوار برای همه آیتی ملان گفتن که من خبر میگیره شورت. وقتی که من جدا ناچار بودم شورت من به یانم به قنات شد. برای همون شورت الهیم از زمین خاک گیره زرگرده پروردگار گیجا باشه همینه که تگی قنات کنم، حضوری برای چکش بینم، حضوری دخترکای پسرکای حضوری نیمروهای همه شب بینم. همین با من با یک بار دیگه گفتنی هستم که شورت خاک گیره زرگرده الهیم همه وقت سلامت باشه، سربلند باشه. ما هم از همین فرصت قیمت استفاده برده همین را گفتنی هستم که کلون ملاقاتی دیاشون خوشه پیر شوند، پیری به دولت شوند. محبت جسم جان نوجوانی، محبت آفتاب زندگانی، محبت آفتاب نسکی
شام رفته سحر آید. محبت بهار نیست که هر فصلی بهار تکرار آید. این از نام نظیره. حسین جان شما با رحمت اینجا باشه، ساق سلامت باشه. اوهلیکی ها اپشت شما همه زمانش دراز. خدا بشکر اینجا باشه، ساق و سلامت باشه، در پناه خدا باشه. رحمتی کلام. ای رحمت، سلامت باشم. رحمت خدا تشکر میگویم. رحمت. البته در اینجا اجزام طلاکه، اجزام فرزندان برای پدر عزیزشان انگشترین طلا تیار کردن. مرحمت میخواستیم برای پدر سپاریم. زادروز مبارک. مرحمت. مبارک باشم. البته در اینجا شیرینی زیباست. مرحمت. طلاکه هم ما یک جای زلفی زرایتی زلف مار بانو کلی پاشا هم ما یک جای میستیم شیرینی رو میبریم بعد از آن. زادروز مبارک. مبارکباد میگیم. امروز شهردمک من دو دختر نازنین برای شما سورپریز تیار کردم. اولا زلف مار بانو یک تبریک میگوین، بعد از آن باز یک نیت‌های نیک رو میشنویم. مرحبا. اولا بار سلام و درود بی پایان به همه شما جمع آمدگان محفل. همه شما را با آمده ایستاده سال نو تبریک و تهنیت ها میگویم. البته آن چیز که عیان است حاجت به بیان نیست. امروز زادروز پدرم و با مناسبت همین در این سری دسترخوان پر از ناز و نعمت ما جمع آمدیم. اولا بار هرگاه که به توی مرکه ها می روم به هیچ مانیه شعر سخنها بیتوانم خوانم. خدا شکر دادا تو بیه زنده چوکی نمیکنی. اما امروز زبان ما، لبهای ما خاموش و قلبهای ما در گفتگو. شاستانم، دولتم، تکیهگاهم، پدر جانم، الهو 100 ساله باشید. شما رو با این سن 57 سالگیتان از صمیم قلب تبریک میگویم. همیشه سرسبز و صحت و سلامت باشید. اگر از من پرسند که در این دنیا به کی باور میکنی، به هیچ مانع جواب میدادم به فطرم. زیرا من آدم و آدمگری را از پدر آموختم. من پیش خدا همین مراد میطلبم. بر قدر مبارکتان شکسته نرسد.
ای پدر جان، ای پدر جان، خاک پایت می شوم. وقتی پیری من از سایت می شوم. با همه دار و مدار زندگی روی هردی کفش پایت می شوم. خوشحالم که هستید و هستم، یعنی باشید و باشین. السلام علیکم مهمانان، خوش آمدید به درگاه والدانم. من امروز پدری ما شاه ستون خاندان زاد روز دارم. دادا جان تبریک میکنم، صد بدروی الهیم سری موم با ساق سلامت گرده. روزی همایم گنده گذشتگیش منم بگذره. ما با پدر خود میفخریم. پدری ما خم زده باشدم حالا نشکسته است، همینش برای ما بس. دادا جان تا دنیا باشه سری ما هم به همه وقت قطعی بیه ساق سلامت گردیم. یک سرود دارم برای شما، باز میخونم. ای پدر جانم، من تو رو از جان شیرین دوست دارم. به خدا ثنا بگویم تا تو رو دارم. از دعای تو بی‌سرزم ای بزرگوارم. ای پدر جانم، از همه خشم و خطر باشی نگهبانم. از همه علم و هنر کردی خبر دارم. خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم. ای پدر جانم، از همه خشم و خطر باشی نگهبانم. از همه علم و هنر کردی خبر دارم. خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم. خدا ثنا بگویم تا تو را دارم. از دعای تو بی‌سرزم ای بزرگوارم. ای پدر جانم، از همه خشم و خطر باشی نگهبانم. از همه علم و هنر کردی خبر دارم. خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم. ای پدر جانم، از همه خشم و خطر باشی نگهبانم. از همه علم و هنر کردی خبر دارم. خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم.
تشکر میگیم شهردمک امروز برای تنها شما چند روز ها باز آمادگی دانمی سرود رو تیار کردم. یک جای این رو برای پدرم میخوانم، گفته برای شما آماده کردم. زاد روزتان مبارک. امروز 35 سالگی عقد نکاح را مبارک باد میگوییم. همراهی مادرجان عزیز زلفیایتی عمری دراز نصیب کند. همیشه خوش و خوشبخت باشید. حاضر من از سرود خوانده شدن. فیروزک زنگ زدن گفتم پدری عزیزی ما امروز صد افسوس که من نتونستم از این من تبریک گوید یک تا چیز رسانت که نقص میبینم سنن همیشه برای ما شاهستون خاندان و قهرمان زندگی ما هستند. برای ما در زندگی سفید و سیاه را آموزاندن، در شاهراه حیات فقط از راه نیکی گشتن را آموزاندن تا دنیا باشند همیشه صحت سلامت باشند. پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دل هاست. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهمی جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. همیشه چهره خندان باشند و خوش و خوشبخت باشند. زاد روزشان مبارک. البته سرودهای شوخ میمانیم، یک جای میرقصیم. امروز زاد روز را 35 سالگی توی را سال نو را یک جای میگذارونیم. زاد روزتان مبارک. مرحبا. insanım, kimle sever ya
و البته سالی نوی را میشنویم کدامشان سر میکنن از نکن؟ مرحبا شورا زادگذر مبارک من همین دربای سالی نوی پیش بشیوید اول در سال در بطور کشاد بشنم بزرگی نیوه روی بین بله چقه بین ریم سب بدرو از نوم نفتش بوه از نوم نفتش نازک دوره نازک دوره شین یک داریم یک تا برای توی تماشا کنیم کلکتیو ما یک موزیک شوق شود و ما هم رحمان تشکر البته از یک تا رسم گیریم ها همراهشون جوره ها یک جوی بعد میرقصیم مرحبا بالنده بام بلر ستایی آرزوları پاک تو سمایی بالنده بام بلر ستایی آرزوları پاک تو سمایی yarı yüzlüyüm güzel nuranıyım dağlarında oynasın onam yarı yüzlüyüm güzel nuranıyım dağlarında oynasın onam
دولت başındaki taç Tüy alenge yayrar dılxaç Tahtı devlet başındaki taç Tüy alenge yayrar dılxaç Sarıştadık yayıp kırk kulaç Davralar beye oynasın onam Davralar beye oynasın onam Tuylar kurda oynasın onam پدر ای پیری بر نادل توی عاشق ترین دل دار برای راحت روحم به سرداری شوق کن پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی رحمان مهری آثاری در این دنیا شورا جان نمیدونستم که شما 31 دکتر و تولد داری نه نمیدونستم یکی چند میفهمیدم مونده حضور لیکن درنجن آدم و عیسی آدم برای شما نمیبرم آزرم پوتین گفتی شورا سخت بدرویا جا باشه سوک سلامت باشد بود در شما زمان شما خوبسار هستش رجا شما هم ندونه خوب حرمت میکنم خوب تی فرزند بخوری شما هم وقت یونی من به بسته من شما برای سبب سخت حرمت میکنم
اینجا باشه سال سلامت باشه بعد شما زمان الهی فقط گیره نگیرونه نور شوه کم نشوه دستی کم و روزی بدمه دینه الهی موندگیش فقط خوش خودسازی که میگذاره و این کلی خوش رو که خوشه کلی که این کلی خود ببینیم من بیننده های عزیز امروز بزم زیبا زادروز شهرت مک را با آخر رساندیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم و البته مانندی هر روز و هر وقت خود را احتیاط کنید، در پناه خدا باشید و همیشه با ما باشید. با شبکه شهنان که ما با شماییم. رحمت شهرت مک سلامت باشید. زادروز مبارک. رحمت. پدر جانم من تو را از جان شیرین دوست دارم به خدا ثنا بگویم تا تو را دارم از دعای تو بی سبزم ای بزرگوارم ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگهبانم از همه علم و هنر کردی خبر دارم خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگهبانم از همه علم و هنر کردی خبر دارم خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم جانم سر و رویت را بیبوسم از دل و جانم من تو را در روی تختی شاهی بنشانم گردویت را بگیرم در نمیمانم گردویت را بگیرم در نمیمانم ای پدر جانم من تو را از جان شیرین دوست دارم به خدا ثنا بگویم تا تو را دارم از دعای تو بی سبزم ای بزرگوارم ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگهبانم از همه علم و هنر کردی خبر دارم خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگهبانم از همه علم و هنر کردی خبر دارم خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم